ای شاه ولایت، ای نور ولایت، ای عمود کبریای الهی مولا علی علیه السلام، درود و رحمت خدا بر تو باد. صلوات علیوار ختم فرمایید. آن راز که در حوصله بحر نگنجد، آن راز که در حوصله بحر نگنجد، تا عرش خدا در دل دیوانه زند موج، تا عرش خدا در دل دیوانه زند موج. آن راز که در حوصله بحر نگنجد، آن راز که تا حوصله بحر نگنجد، تا عرش خدا در دل دیوانه زند موج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین. شام غریبان، شام غریبان، شام دیگر، بار دیگر اون پرنده غم و ماتم بالهای خود را همراه با ناله های یتیمان و بچه ها و اطفال در بیابان کربلا پهن کرد. شام غریبان، شام زجه، شام غریبان، شام ماتم زینب کبری، شامی است که حضرت زینب کبری صلوات الله و سلامه علیه مسئولیتی بس بزرگ را به عهده دارد. از یک طرف داغ برادرش حسین ابن علی علیه السلام، از یک طرف داغ پسر برادر علی اکبر و بچه ها، و از طرف دیگر پرستاری اطفال امام حسین علیه السلام. این از نگاهی
این خودش از نگاه رؤیایی انبیا و اولیای الهی، از نگاه رؤیایی خوبان و عالمان خدا، خودش یک مسئله بسیار بزرگ و یک آزمایشی بسیار عظیمی است. از نگاه رؤیایی انبیای الهی، آزمایشی که هیچ کس در تاریخ با چنین سرآمد و با چنین حوادث سربلند نیامده بودند. آزمایشی که همه مخلوقات و همه جهان هستی را شگفت زده کردند. شاید این رویایی باشد و شاید این خیال باشد، نه تنها این رویایی و خیال، بلکه امری به وقوع پیوستنی است و امری است که این در صحرای کربلا یک بار رقم خورد و تاریخ چنان این حادثه را و تاریخ نویسان و مفسران و صحنه نویسان چنان در دل این حادثه جای گرفتند که تا ابدالابد نام اینها، رسم اینها، روش آنها، مظلومیت و غربت اینها در تاریخ بمانند. چرا؟ چون یک رویا و یک واقعیت الهی بودند و واقعیت الهی جاودانگی است و چیز جاودانگی خاموش نشدنی است و هر چیزی که الهی باشد همیشگی است. پس ما از این شب نتیجه میگیریم که هر کار ما و هر عمل ما و هر فعل ما باید برای خدا باشد. صلوات. اللهم صل علی محمد. چون کار برای خدا، عمل برای خدا، تلاش کردن برای او، زحمت کشیدن برای خدا انسان را جاودانه می سازد. انسان را تبدیل به کیمیا می کند که آن کیمیا دارویی باشد برای دردهای دیگر، مرهمی باشد برای زخمهای دیگر. وجود حسین ابن علی علیه السلام و اسارت خواهر عظمایش کیمیا بود برای مرهم دل ما. چرا؟ چون برای خدا بود و بس، نه برای مردم، نه برای شهرت، نه برای چهچه های مردمی، نه برای عوام فریبی، نه برای روزگذرانی. او فقط به یک جهاد و به یک قبله و به یک سو نگاه می کرد و آن هم وجه خدا بود و بس. کاری که برای خدا باشد، کاری که برای دین باشد، کاری که برای اسلام باشد، فکر انسان را، روح انسان را، عمل انسان را، جوارح انسان را، اعضای انسان را، تمام انسان را
و سوی نور میکشاند. چون برای خداست انسان هر جا قدم بردارند و هر جا راه بروند صحرا به صحرا نور میدهد، صحرا به صحرا طلوع خورشید میبیند. این است راه و رمز و رویشی بندگان خدا، این است راه و رویشی صالحان خدا. و این بود همان خط حسین ابن علی علیه السلام در صحرای کربلا که هر کار انسان باید انجام دهد برای خدا باشد و بس، نه برای مردم، نه برای تعلقات دنیوی. چون کاری که برای خدا باشد اون کار خدایی انسان را جاودانه می سازد، چه مردم بخواهد چه نخواهد، چه کراهت داشته باشد چه نداشته باشد. صلوات عنایت فرمایید. خدا کار خودش را انجام می دهد. خدا بازرس و بازپرس در دادگاه خودش مردم را مورد محاسبه قرار می دهد و اوست که هر که بخواهد بالا می برد و هر که را بخواهد پایین می آورد. همه چیز در قدرت و ید و بیضای اوست. شاهد آن را ما در صحرای کربلا دیدیم. مگر زعفر جنی روز عاشورا نیامد، مگر آن که امام حسین علیه السلام از مسیر فرعی مکه به کوفه می آمدند در اون قلعه پیشنهاد امان نشد؟ چرا امان نگیرو؟ مگر امام حسین علیه السلام از طرف پسر عمویش ابن عباس و برادرش محمد ابن حنیفه دستور داده نشد در کوههای یمن، کوههای اینجا زیاد، شما می توانید امان پیدا کنید؟ اما نه، حسین نپذیرو. کار من کار خدایی است، کار من کار الهی است. من کاری کنم که این کار من، این شهادت من تا صبح قیامت ابدالابد رونق بزند، یک صیحه بزند، یک شمع درخشان باشد که هیچ کس و هیچ فرد و هیچ ابرقدرت و زورگویی و هزاران تهاجماتی مردمی نتواند آن را خاموش کند. من به چنین دستور دست میزنم. این بود مرام حسین و این بود مرامی دوستان حسین و این است مرامی شیعیان حسین ابن علی علیه السلام. پس ما نتیجه میگیریم که هر کار فقط باید برای خدا باشد و بس. نشستن، گوش کردن، حرف زدن، کار کردن، راه رفتن، خوابیدن، نماز خواندن فقط برای او باشد و بس. ما هیچ مشکلی برای کار خوب کردن نداریم، هیچ مشکلی. همه ما کار خوب انجام میدهیم، همه ما روز 10 بار کار خدایی انجام میدهیم. جهت نظم و انضباط مجلس صلوات بلنده. برادران این بچه های خود را در بغل بگیرید که لطفاً به خاطر این شب، به خاطر بزرگی این شب نظم این مجلس را رعایت کنند.
برای کار کنیم ما که هر عمل ما و هر فعل ما باید برای خدا باشد. ما هر روز حتما 10 مرتبه کار خدایی انجام میدهیم، کار خدایی، عمل خیر، عمل صالح، اما کار برای خدا انجام نمیدهیم. یک کار خدایی است، یک کار برای خدا. این دو تا با هم خیلی فرق داره. کار خدایی به عمل صالح میگوید. یک در علم منطق یک لفظ عامن، یک لفظ تامن که شامل همه عمل صالح می شود. نسبت به آیه قرائت شده در شبهای گذشته، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عمل صالح یک لفظ تامن و بعد خداوند لفظ خاص را آوردن، گفتن و تواصوا بالحق، یعنی وصیت به حق. گفتن درست من عمل صالح یک امر فراگیرن. مثلا من میگم به این مجلس فراگیرن، همه مردم شامل میشن. نه، یک مرتبه اشاره میکنم انگوش خود به یک شخص معینی، یک فرد معین فلانی تو، اما این گلچینه. چرا؟ چون من تاکید میکنم بر اون فرد. یک نفر من به همه مجلس میگم شما نظم و انضباط داشته باشید، نه، اما یک مرتبه خاص را بعد میارم. میبینم که یک نفر در بین مجلس بی‌نظمی میکنه، انگشتم را اشاره میکنم. این تاکید بر این مطلب دارد. اینجا خاص در علم منطق بعد از عام آمده، به معنای تاکید مطلب است. عامل الصالحات اینجا عام است، لفظ تاست که همه کارها شامل بشود. یعنی بدین معنا که ما کارهای خوب، کارهای الهی، کارهای خدایی انجام میدهیم و تواصوا بالحق. اما مشکل ما این است که کار برای خدا انجام نمیدهیم. این خیلی مشکله. کار خدایی و کار برای خدا این دو تا با هم خیلی فرق دارند. کار برای خدا آن است که مانند حسین ابن علی علیه السلام از همه سر و صداها، از همه رنجه ها، از همه تهمت ها، از همه حقارت ها، از همه مشکلات دل ببری و فقط به خدا توجه نمایی. کاری نداشته باش چه مردم و تو اظهار بکند یا نکند. اصلا فکر مردم، اعمال مردم، حرکات مردم در انسان هیچ تأثیری نگذارد، تأثیرگذار نباشد. چرا؟ چون او فقط به خدا می نگرد. او می داند که قدرت، بزرگی و بلندی در ید بیضای او است. و این فریبکارانند و این دنیا بازانند که امروز به این و آن دل باخته‌اند. تعز من تشاء و تذل من تشاء. و هر که را بخواهد عزت میدهد و به هر که را بخواهد ذلت میدهد. ذلت و عزت به دست اویند. چرا؟ بید کل خیر، به دست تو اند. همه چیز فقط به دست توی اند، در مشت توی اند، در دست هیچ کسی نیست. چرا اینجا ید کل خیر آورده؟ خدا دست دارد؟ نه، خدا دست ندارد. اینجا قرآن کریم فرموده بید کل خیر. اینجا کنایه اند. کنایه چیست؟ کنایه در علم منطق ذکر لازم، اراده ملزوم. خدا دست نداره، این معنی بید کل خیر، این همه چیز در دست تو اند. تو به هر کی بخواهی این شی را میدهی، این لیوان را به هر کی بخواهی میدهی، این لیوان را به هر کی بخواهی نمیدهی. این لیوان در دست ماست، من به هر کی بخوام نمیدهم و به هر کی نخوام نمیدهم. همینطوری بزرگی و بلندی به دست خداست، بید کل خیر. تعز من تشاء و تذل من تشاء. و آن کسی که کارش برای خدا باشد، تعز مورد مصداق گزینه اول تعز من تشاء قرار میگیرند. و هر کس کارش برای مردم و برای شهرت
و برای آن که چند تا رو با هم کنند و برای تعلقات دنیوی باشند، مورد گزینه دویم تو ظل من تشا قرار میگیرند. بیدک الخیر. چرا؟ چون این دوتا در دست یک نفرن، کنم خداست. انک علی کل شیء قدیر. انک علی کل شیء قدیر. به تحقیق و درستی که تو قادری بر همه چیزها، تو قدرت داری، همه چیز به تصمیم و اراده او انجام میگیرند. اتفاقا ملائکت الله در دو جا بر انسان میخندند، در دو جا میخندند، فقط در دو جا ملائکت الله میخندند، ملائکه خدا. یک اول آن جایی که خدای بزرگ یک کس را بالا میبرد، به یک کس شخصیت میدهد و به یک کس بزرگواری و قداست میدهد و به یک کس عظمت روح میدهد و به یک کس شخصیت فکری میدهد، آن را بالا میبرند، اسم آن را در شهره آفاق میگنجاند. مگر با پیغمبر خدا چی کرد؟ خدا پیغمبرش نفرمود آیا مگر تو یتیم نبودی؟ آیا مگر تو گم شده نبودی در بیابان مکه؟ آیا مگر به تو به دست دایه ها به این سو و آن سو نمی رفتی که هیچ کس به تو توجه نمی کرد؟ و من بودم و من خدا بودم که تو را دریافتم و تو را درک کردم و دستت را گرفتم، تو را بالا بردم از اون همکیشان، از اون همرقیبان، از اون حسیدان، از اون خداعان، از اون مکاران بی بجا، از اون قریش ها که ابتداعا تو مورد کتک یا مورد تهمت های مردم بودی. کار کردم که اسمت را جاودانه و ابدالابد در تاریخ هستی گنجاندم. افلم یجد که یتیما فآوا. آیا مگر تو یتیم نبودی؟ من تو را یابیدم. و وجدک ضالا فهدا. تو یک گم شده بودی که من تو را پیدا کردم. گفتیم ملائکت الله در دو جای بر انسان میخندند. اول آن جایی که خدای بزرگ و خدای منان یک کس را بالا ببرد و مردم تلاش کند که آن را پایین بیاورد، ملائکت الله میخندند، مانند یک پشه که راه هواپیما را بگیرد بگم من نمیگذارم این هواپیما پرواز کند، نمیگذارم، پشه راه هواپیما را بگیرد. ملائکت الله میخندند، مگر این پشه میتونه راه هواپیما را بگیرد؟ دویم آن جایی که خدا یک کس را پایین بیاورند، ملائکت الله میخندند و مردم توسط پول، توسط شهرت، توسط فکرهای دیگر رو بتونه بالا ببرند. پس ما به این نتیجه میرسیم که هر کار ما و هر عمل ما و هر فکر ما و هر حرکت ما و هر گریه ما بر امام حسین و هر محرم ما و هر نشستن ما باید برای خدا باشد. چون کاری که برای خدا باشد آن کار مضاعف میگردد، 10 برابر میشود. واقعا اگر انسان با قلب پاک و نیت خالص و حسین آسا، همچنان حسین ابن علی علیه السلام، بعضی ها میگویند حسین ابن علی علیه السلام آب نداشت. نه، در اکثر روایات آمدن که علی ابن الحسین، علی اکبر، در شب عاشورا
با 30 سوار و 20 پیاده رفتن آب آوردن، اما امام حسین علیه السلام فرمود فقط از این آب وضو بگیرید و غسل نمایید. شما میخواید در راه خدا فردا شهید شوید، باید با لب تشنه زحمت بکشید در راه خدا، با لب تشنه باید باشید، سختی ببینید، مشقت ببینید، ناراحتی ببینید. این است کار برای خدا. چون کار برای خدا مانند این است که انسان به بالا برود و کار برای مردم این است که انسان به پایین برود. کار برای خدا آن است که انسان از راه پله و بالا برود. هر چه انسان از راه پله و بالا برود روشنی را می‌بیند. هر قدمی که از راه پله برمی‌دارد چشمش روشن می‌شود، دلش روشن می‌شود، قلبش روشن می‌شود، فکرش روشن می‌شود. خدا به اون نور می‌دهد، خدا به اون علم می‌دهد. علم به دست خداست. صلوات وقتی که انسان قلبش روشن شد، علم، درک واقعیات، درک قرآن، درک انبیا را می کند که درک انبیا و درک علی و درک امام حسین از خود روشنی دل می خواهد. روشنی دل محال است یک کسی قلب تاریک دارد، یک قلب پر از کینه دارد، یک قلب پر از حسود دارد، یک قلب پر از حرام غیبت دارد. همه اینا حسین را بفهمد، این محال است و محال. چون شناختن حسین ابن علی علیه السلام قلب پاک میخواهد، فکر پاک میخواهد، شیر پاک میخواهد، نطفه پاک میخواهد، دل پاک میخواهد، بریدن از دنیا میخواهد. یک ظرفی که پرن، شما میتوانید بالای آن ظرف آب بریزید چیزهای دیگر را پر کنید؟ نه، باید آن ظرف اولا خالی باشد، پاک پاکیزه باشد تا ظرفیت شی دویم را داشته باشد. باید دل خالی کنی از چی؟ از مردم، از تعلقات دنیوی. بعد این دل ظرفیت پذیری پیدا می کند، پذیرش پیدا می کند، پذیرا می شود، خوش آمد می گوید، استقبال می کند، نور را می بینی. هرچه انسان از راه پله بالا می برد، هر قدمی که بر می دارد روشنی را می بیند، به سوی کمال نزدیک می شوند، به سوی ترقی نزدیک می شوند. به خدا قسم اگر تو 80 سال عمر کنی، باز همان قساوت قلب، باز همان حسد، باز همان کینه، باز همان بدبختی، باز همان قوم و قبیله ای، اینها که حرفهای خیلی پوچن، حرفهای خیلی محملن، حرفهایی است که انسانی که ظرفیت فکری ندارد در قلبش وجود دارد، باز هم تو هیچ از تو هیچ به هیچ جایی نرسیدی. پس کار را از اول شروع کن، فالله شروع کن. فالله ریشه کاره، کار را ریشه سازی کن. خیشت اول گرنهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. نگو چرا پایم لنگ شده، نگو چرا من به این طرف اون طرف میپرم، نگو چرا من سرگردانم. جوابش خیلی آسان است، چون کارت ریشه ندارد، چون کارت اساس ندارد. چون فکر تو را، عمل تو را هماهنگ نکردی با آن چیزی که خدا میخواهد، با آن چیزی که پیغمبر میخواهد و با آن چیزی که حسین ابن علی علیه السلام در صحرای کربلا در حال تشنگی از خدا خواست. چه گفت؟ الهی رضا برضا. خدایا همه کوششم این بود که تو فقط راضی باشی. همه کوششم و زحماتم این بود که تو فقط راضی باشی از من.
این است عمل الهی، این است کار الهی. فی الله ریشه کارند و فی سبیل الله نتیجه کار. پس ما باید ریشه کار را درست نماییم تا به نتیجه کار برسیم. صلوات نفرمایید. و این قضیه من امروز که دقت کردم، فکر کردم، این کاری که برای خدا باشد، کاری که برای خدا باشد و بس، این مربوط می شود به سخنان پیغمبر گرامی اسلام و ولایت علی علیه السلام و قضیه و وقایع صحرای کربلا. ولایت علی علیه السلام و صحرای کربلا و حرفه های پیغمبر. چون پیغمبر گرامی اسلام در طول 23 سال پیغمبریش، زحماتش، که خودش گفت من بیشتر از هر پیغمبر رنج کشیدم، فقط برای خدا بود، فقط برای خدا. در غدیر خون که دست علی را بالا گرفت و فرمود ای مردم، من امروز به شما یک کار را اعلام می نمایم و من به شما امروز یک امر را اعلام نمایم که باید اعلام کنم و اگر نکنم بیم از عذاب الهی دارم، که این کار فقط کار برای خدا هست و بس، چون دستور خداست. و همینطور این کار در صحرای کربلا رقم خورد که امام حسین علیه السلام، علی اکبرش، که فرمود این شبیه ترین مردم و این شبیه ترین مردم به پیغمبرن، من برای خدا فرستادم. کار حسین ابن علی علیه السلام برای خداست و کار پیغمبر در صحرای غدیر هم برای خداست. چون در طول 23 سال پیغمبری پیغمبر، صلوات الله فرمایید، مردم پیغمبر خیلی آزار دادن. خود فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیه می فرمایند این یهودی های مکه خاکستر داغ را می آوردن، بر پشت بابا می ریختن، از سر تا مچ پا اکثریت وقتا آتش می گرفت، عبای بابا می سوخت، لباسش آتش می گرفت. شکمبه، یک باری یهودی ها شکمبه شتور که ما بزرگتر شکمبه شتور را نداریم، می آوردن بر سر پیغمبر می ریختن. اما پیغمبر چی می گفت؟ پیغمبر می گفت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدای قوم مرا هدایت کن چون اینا نادانن، اینا نمی بینن. دعا میکرد. تا شده برای دشمنت دعا کنی؟ تا حالا شده تو برای دشمنت دعا کنی؟ پیغمبر ما چنین خاصیتی دارد، چون کار او برای خدا بود که دعا میکرد. چنین خاصیتی دارد که هیچ پیغمبری دارای این خاصیت نیست. پیغمبر گرامی اسلام در همه عمرش به خودش، درباره خودش لعن نکرده. هرچی دشمن او را آزار داده، اذیت کرده، لعن نکرده، چون کارش برای خدا بود. اما درباره قضیه ولایت علی لعن کرده. لعن الله لعن الله لعن الله مغضوب علیه. صلوات الله فرمایید. آنجا که در قضیه غدیر فرمود ای مردم، باید کار شما، عمل شما باید برای خدا باشد.
و این میسر نیست مگر به جز ولایت علی علیه السلام و این امر در صحرای کربلا به وقوع پیوست. فرمود معاشر الناس ما من علم الا ولقد احصاه الله فيه و كل علم علمت فقد احصيته في امام المتقين و ما من علم الا علمته و هو الامام المبین. ای مردم، هیچ علمی در نزد خدا نیست، هیچ علمی در کون و مکان نیست مگر آن که خدای بزرگ آن را به من آموخت و هیچ علمی در نزد من نبود مگر آن که من آن را به پیشوای پرهیزگاران علی علیه السلام آموختم. که خطبه حضرت، سخنان پیغمبر گرامی اسلام 1 ساعت و 10 دقیقه طول میکشد در اون صحرای داغ غدیر، در اون بیابان داغ غدیر، چون این کار خدایی است. همانطور که صحرای غدیر داغ و آفتابی بود، صحرای کربلا هم داغ و آفتابی بود. چون کاری که برای خدا باشد انسان احساس تشنگی نمی کند، انسان احساس تنهایی نمی کند، انسان احساس غربت نمی کند. و باز فرمود معاشر الناس ان الله قد نسبه لكم وليا و اماما. معاشر الناس ان الله قد نسبه لكم وليا و اماما. ای مردم که اینجا تجمع کرده اید، بدانید که شما امام دارید امروز، که شما امروز پیشوا دارید. این پیشوای شما دست شما را میگیرد و شما را به خدا میرساند. ان الله قد نسب لكم وليا و اماما مفترضا طاعته على المهاجرين والانصار. ای مردم، چه مهاجرینی که از مکه آمدن، چه انصاری که در مدینه، همه با هم، چه سیاه، چه سفید، چه ارمچنه، چه عرب، چه فارس، همه با هم باید پیرو علی باید. مفترضا